یه آیه میخوام آقا حاج حامد شما بخونید آیه. ببینید یکی از اوصاف خود قرآن نوره. به همون دوستاتون بگو بخونن. نه خیلی به تو میگم. آره ببینید اینجا یه شلوغ نکن حامد. اینجا خب نماد یه جلسه خونگی قرآنه. یه آیه هست تو قرآن مفسرین پروبال ریختن زیرش و اون هست که نه یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. نه و انزلنا الی الرسول، ما به سمت شما نور نازل کردیم. این وصف نور بودن قرآن وصفی است که برای ما هست، نه فقط برای پیغمبر. به سمت ما قرآن نازل شده، نه به سمت پیغمبر و پیغمبر برای ما خواندند. دقت کنید. انزلنا الیکم نورا مبینا. حاج حامد آقا اینو بخون. یا ایها الناس قد شد نور. این پروژکتورها که نورانیان اگه اینجا رو نورانی کنن تعجبه، اگر نکنن تعجبه. نور اگه نورانی بکنه که تعجب نیست. بعضی وقتا یه چیزایی ما میگیم میگن نه داری غلاف میکنی. بابا نوره، نور نورانی کنه که تعجبی نیست. بعد از همین آیه نور اومده است که این نور فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. رفیق بخون. یه رفیق من حالا ما اینجا رفیق شده. این حالا بگم آیه میگه این نور میاد تو خونه هایی که اذن پیدا میکنه این خونه ها که رفیع بشود. این خانه به سمت حق حرکت میکنه. یسبح له فیها بالغدو والآصال. صبح و شب اون موقع اینا در این خانه تسبیح میکنن. و آیه بعدیشه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تو این خونه رجال. نه حالا این آیه رو فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له یه قرار و عهد جمعی بذاریم. باور کنید تشکیل این جلسه سخت نیست. بله. نمیگم نه، خب یه پدر قاری قرآن اینجا وجود داره ولی یه مادر حامی، یک مادر حامی، یک پدر قاری که فکر کنم محور مادره. بله همیشه محور مادره. این چسب خانواده است کلا. خیلی حق دارن گردن ما. این جلسه خانگی رو ولو به 2 صفحه قرآن خواندن تشکیل بدید. پذیرایش هم میگه چایی و یه دقیقه چیز معمولی. کسی اونجا نمیتونه مثلا صدایی نداره یه فایل صوتی که الان پره بذارید ترتیل. اگه کسی بخواد ترتیل قرآن، انواع و اقسام ترتیل ها وجود داره به چیزی که حتما شما میپسندین. مطلبی رو بگم خدمت شما. ببینید نه الان من منبر رو گرفتم دستم مگه پایین میام مگه. ببینید آقای قاسمی ما خودمون تو خونه همینجوری قرآن یاد گرفتیم. دقیقاً. ببینید کاری که خانواده میکنه مسجد نمیکنه. حتی من نمیخوام بگم تو مسجد این چیزا نباید باشه، ولی گفتن نوروا بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا. خونه هاتون رو قبرستون نکنید. یعنی شما میخوای بیای بالا بیا. نه. من یه پیشنهاد خوبی دارم. ادامه حدیث میگن خونه هاتون رو قبرستون نکنید.
کما فعلت الیهود و النصارى، مثل اونجوری که یهود و نصارا کردن که چیکار کردن؟ صلوا فی الکنائس والبیع و عطلوا بیوتهم. هر چی عبادت بود بردن تو کنیسه ها، کلیسا ها، فلان اینا، خونه رو کردن تعطیل. خونه شد خوابگاه، خونه شد رستوران. و نکته مهم حاج آقای قاسمیان، علاوه بر همه اینا که فرمودین، از این خونه است که تربیت شکل میگیره. این دقیقاً، یعنی تربیت رو حتی به رسانه ها، به تلویزیون واگذار نکنیم، به مدارس واگذار نکنیم. دقیقاً. این دوره هم نشستنا، این با هم حرف زدنا، این قرآن خوندنا، این ذکر فضائل و مناقب گفتنا، اینجاست که بچه‌ها رو شکل میده. اگه آخوند پیدا کردید که براتون بیاد نکته هم بگه که کردید.